زنها از چی میترسن؟ از نادیده گرفته شدن. مردها از چی میترسن؟ از اینکه احساس کنن مفید نیستن، به درد بخور نیستن. زنها دنبال چی هستن؟ زنها به شدت دنبال امنیت هستن. مردها دقیقاً دنبال چی هستن؟ دنبال ارزشمندی هستن. زنها چطور آروم میشن؟ با حضور داشتن. مردها چطور آروم میشن؟ با خلوت کردن. زنها وقتی دوست دارن چطور نشون میدن؟ با توجه کردن، با همون زنگا و پیام‌های پشت سر همی که بهتون میزنن. مردها وقتی دوستت دارن اون حس رو چجوری بهت نشون میدن؟ با حمایت کردن. مردها عاشق حمایت کردن هستن. زنها وقتی ناراحتن چیکار میکنن؟ صحبت، اونم پشت سر هم. مردها وقتی ناراحتن چیکار میکنن؟ مردها موقع ناراحتی انکار میکنن. حتی اون اشتباهی که انجام دادن رو انکار میکنن. زنها وقتی خستن چی میخوان؟ درک شدن. به شدت براشون مهمه که اون لحظه درکشون کنن. مردها وقتی خستن چی میخوان؟ دقیقاً برعکس خانوم‌ها، تنهایی.